دوستای من چطورن؟ به دومین ویدیوی تمرینات تعطیلات عید خوش اومدین. تمرینات امروزمون شامل تمرینات پایین تنه است. دقت کنین که لگنتون کاملا ثابت باشه و تحت انقباض باشه. مثل ویدیوی قبلی 10 دقیقه وارم آپ داریم، بعدش شروع میکنیم برای تمرینات اصلیمون. تو حالت 4 دست و پا قرار میگیرید، سر در راستای ستون فقرات، یا پاتون صاف میکنید، پاشنه پا در راستای پنجه پاته و پاشنه پا دقیقا توی خط لگن قرار میگیره. آرومی بریدش به سمت پهلو بدون اینکه لگنتون به چرخ پا انقباض. دقت کنید وقتی برمیگردید پاشنه پا در راستای لگن میاد. شکمم کاملا تحت انقباضه، باسنم رو به هم دیگه منقبض میکنم، پنجه پام به اندازه عرض لگن. با فشار دادن کف پا آروم باسنم رو بالا میارم و همینجا نگهش میدارم. 5 4 3 2 1 برمیگردونم. دوباره 5 4 3 2 1 برمیگردونم. حرکت بعدی شونهاتون توی یه خط، زاویه بدنتون ال و پشتتون کاملا صافه. سعی کنید شکمتون تحت انقباض باشه، خیلی آروم بدون اینکه این زاویهتون تغییر کنه. پاتون رو بیارید بالا، پنجه پاتون رو بدید به سمت بیرون، برش گردونید، پا برمیگرده، دوباره برمیگرده. از این 3 تا حرکت 4 ست 10 تایی برای هر سمتتون میخوام. حرکت اولتون پاهاتون رو باید بیشتر از اندازه عرض شونهاتون باز کنید. فقط دقت کنید که پاهاتون توی یک خط قرار میگیره، شکمتون کاملا منقبضه، چرخش لگنتون میره به سمت عقب، یعنی از خط سرشونه عقب‌تر قرار میگیره. میشینم روی یک سمت زانو، زاویه زانو 90 درجه، برمیگردم سر جاش و سمت بعد. پاتون به اندازه عرض شونتونه، پنجه‌های پاتون در راستای زانو به سمت روبروه، شونه‌هاتون توی یه خطه. برای اینکه بتونید این رو بهتر انجام بدید میتونید دستاتون رو باز کنید و کتفتون رو عقب نگه دارید. قراره یه پاتو تو زاویه 90 درجه اینجا بیاریش به سمت جلو و همین آروم برگردونید. پای تکیه‌گاه زانوش خمه. اگر براتون سخته میتونید از یه جا کمک بگیرید، مثل صندلی. از این 2 تا حرکت 4 تا ست 15 تایی میخوام برای هر سمت. تو حالت 4 دست پا قرار میگیرید، سرتون در راستای ستون فقرات، خیلی آروم زاویه پا 90 درجه میاریش به سمت بالا، شکمت کاملا منقبضه و لگنتون رو سعی نکنید بچرخونید. خیلی آروم میخوام پاتو صاف کنید، پنجه پاتو بدید به سمت پایین، برش گردونید، زاویه 90. از این حرکت لطفاً 4 تا ست 15 تایی بزنید. توی حرکت بعدیتون باید پاهاتون رو بیشتر از اندازه عرض شونهاتون باز کنید و حتی پنجه های پاتون هم به سمت بیرون زانوهاتون دقیقا در راستای پنجه پا. سعی کنید لگنتون رو کاملا بدید به سمت عقب و توی یه خط نگه دارید. چرخش لگن، باسن و شکمتون کاملا تحت انقباض باشه. زانوهاتون کمی خمیده است، شونهاتون توی یه خط. خیلی آروم میشینم برای اسکوات و برمیگردم. دقت کنید که دقیقا زانوهاتون عمود به مچ پاهاتونه. وقتی میام بالا به هیچ عنوان لگنم به سمت جلو نمیارم و زانوهام رو قفل نمی کنم. 20 تکرار ازش میخوام. دقت کنید که پشتتون صاف باشه، یعنی شونه هم دقیقا توی خط باشه، آرنجن و خط سرشون هم توی یک راستاست. زانوی پای جلویی دقیقا در راستای مچ خامه و پای پشتی
مچش، لگنم و آرنجش توی یه خط قرار میگیرن. با انقباض شکم و نگه داشتن دست به سمت بالا خیلی آروم پای پایینشون رو بیارید بالا، مکس کنید، برگردونید. خیلی آروم. خیلی ممنونم. از این حرکت هم 15 تا میخوام. 4 ست برام بزنید. پام به اندازه عرض لگنمه، شکمم کاملا تحت انقباض، باسنم رو به هم دیگه منقبض میکنم و این انقباضم رو نگه میدارم. یه پامو صاف میکنم، آروم میارمش بالا. پاشنه پام در راستای لگنم همینجا میمونه. خیلی آروم با انقباض باسن کف پام استفاده میکنم، باسنم میارم بالا، برمیگردم. ازش 10 تکرار میخوام. 10می رو میخوام نگه دارید. پاتون رو بیارید پایینی در راستای لگن، برگرده. پاتون میاد پایین در راستای لگن، برمیگرده. 15 تکرار و 3 ست برای هر سر این حرکت رو بزنید. افرادی که آسیب کمر و زانو دارن لطفا دقت کنن که دامنه حرکتشون رو باید کم کنن و زاویه های بدنیشون رو باید چک کنن. لطفا به انقباض کورتون دقت کنید و انقباض لگن به هیچ عنوان فراموش نشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون.